به ایرانیا اجازه نمیدن وارد این بشن. اینجا بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا در تفرشه که 150 هکتار وسعت داره. هنوز مشخص نیست که چرا ایرانیا این شهر با چنین وسعتی را ساختن، اما مشخصه که یه چیز با ارزشی را داخلش پنهان کردن، چون هیچ کس اجازه نداره بیشتر از 400 متر از این شاهکار باستانی رو ببینه. قدمت این شهر باستانی هم برمیگرده به زمان حمله به مغول. مردم زیادی واسه در امان موندن از مغول و همچنین حفظ با ارزشترین چیزهاشون خودشون را در چند طبقه زیر زمین پنهان کردن، در حالی که عین یه شهر دارای حمام، مسجد و مغازه‌های مختلف بوده. اینقدر این شهر عجیبه که برای همه سوال پیش میاد که چرا تا الان این سازه عجیب رو اونطور که باید و شاید رسانه‌ای نکردن. چی داخل این تونل ها و اتاقک های شهری که مردم عادی فقط بخش کوچکی از 150 هکتار وسعت اون را میتونن ببینن.